چند جمله هم درباره تربیت فرزند میگویم. امروز شکوه ها و شکایت ها و گله ها زیاد است. جوانای ما خوب نیستن، جوانای ما منحرف شدن، معتاد شدن، شرابکار شدن، فیلم های مبتذل رد و بدل میکنن، ماهواره نگاه میکنن، فلان میکنن. ولی میدانید که اسلام چه میگوید؟ قرآن چه میگوید؟ الله و رسول الله چه میگویند؟ میگویند اگر پدر و مادری و جامعه‌ای فرزند صالح میخواهد باید 4 نفر صالح باشد. اگر ما میخوایم که دختر و پسرمون صالح باشن و مصلح باشن و عالم و دانشمند و مفید و پاک باشن و خدمتگزار جامعه باشن و آبروی جامعه اسلامی باشن، باید 4 نفر اول خوب بشن. این 4 نفر کیست؟ اولین کسی که باید خوب بشود پدر هست. اگر پدری پسر خوب میخواد باید خودش اول خوب باشد، چون پدر خوب نباشد پسر خوب نطلب. اگر باشد اون یک معجزه است. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اون یه بحث جداگانه است، اون قاعده کلی نیست. پس اگر فرزندان خوب بشوند باید 4 نفر خوب بشوند. اول پدر. سوال: فرزندم چرا خوب نمیشوید؟ چرا آدم نمیشوید؟ چرا تابع نمیشوید؟ چرا با خدا نمیشوید؟ اول تو خودت بگرد. جلو آینه بنشین، جلو آینه خودت تنهایی. فلانی تو خوب هستید؟ خودت خوب هستید؟ صالح هستید؟ پاک هستید؟ رابطت با خدا چقدره؟ یک شاگردی از من سوال کرد، گفت جسارت نباشه جناب استاد، تو استاد منی. شاگرد یه سوال ازت بکنید جوابت چیه؟ گفتم هر سوال دارید بکن. گفت رابطه تو با خدا چقدر قویست؟ چقدر این شاگرد روی خودش کار کرده تا به خودش اجازه داده به شیخش بگه رابطه تو با خود. صلی علیک الله یا خیر الورا.